برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میکردن؟ وقتی که شما برای وضو میرین داخل تشناب میشین باید این دعا را یاد بگیرین: اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث. این دعا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندن و با پای چپ داخل بیت الخلا یا تشناب میشدن و همچنین روی خود یا پشت خود به طرف قبله نمیکردن و لباسهای خود از قطرات عمو پیشاب حفظ میکردن و با پای راست از تشناب خارج می شدن. بعد از خارج شدن از تشناب این دعا را بخوانید که غفرانک. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از ختم وضو روی خود به طرف قبله می کردن، به طرف قبله ایستاد می شدن و این را می خواندن که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این تشریف می بردن با کجا انال شما از هتل خارج میشین یا از اتاقتان خارج میشین این دعا هست، سنت است که بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه رفتن به مسجد با بسیار وقار می رفتن، یعنی بسیار نه عجله و تیزی میکردن میدویدن و نه هم اتو به شکل خرامان بلکه متوسط راه می رفتن و در جریان رفتن به مسجد این دعا را بخوانین که اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی لسانی نورا، یعنی پروردگار در قلب من نور داخل کن و فی لسان نورا، لسان زبان میگن، واجعل لی فی سمع نورا، در گوشهایم نورا، و فی بصر نورا، و در چشمایم، واجعل من خلف نورا، در عقبم نور باشه، و من امام نورا، واجعل من فوق نورا و من تحت نورا اللهم اعطینی نورا. این حدیث صحیح مسلم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه رفتن به مسجد همین دعا را می‌خواندند. و آج صاحبا بازم تشویش دارن در قسمت از این. آج صاحبای محترم کسانی که نمیتونن که دعاها را از طریق لاسپیکری که برشان نصب است از این استفاده بکنن، شما میتونن که کاپی از این انشاءالله ما براتون توضیح میکنیم. میشه که در امو دان دروازه کاپی از این چیزا را داشته باشید انشاءالله تعالی، تشویش نکنین. رسول اکرم صلی الله علیه و در هنگام شنیدن آذان کلماتی را که مؤذن میگفت تکرار میکردن. مثلا وقتی که شما آذان میشنوین در وقت شنیدن آذان چی میگین؟ مثلا وقتی که مؤذن میگه الله اکبر، رسول اکرم صلی الله علیه و میگفتن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه میگفتن، حی علی الفلاح. رسول اکرم صلی الله علیه و چی میگفتن؟ حی علی الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اکبر. أشهد الله أن اکبر. لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي الله. على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حاجی صاحبای محترم و بیبی حاجی صاحبای محترمه، بعد از اینکه شما در حرم شریف نماز صبحتان در جماعت خواندین، دیگه باید به یاد داشته باشین که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از نماز فرض صبح خود چی میکردن. این سنت ها را تطبیق بکنین. رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه نماز فرض خود ختم میکردن 3 مرتبه استغفر الله میگفتن. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد از او میگفتن اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 33 مرتبه سبحان الله میگفتن، 33 مرتبه الحمدلله میگفتن، 33 مرتبه الله اکبر میگفتن و یک بار میگفت که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اینیا را بعد از نماز میگم. است که بعضی که نماز فرض صبح خواندن، بعد از خواندن نماز فرض صبح تمام حاجی صاحبا در عمو جای خود جای به جای بشینن، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح در عمو جای خود میشیشت و وقتی که اونجا میشیشت چی میکرد؟ قرآن تلاوت میکرد، بعضی از تسبیحات میخواندن تا طلوع آفتاب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جای نماز خود حرکت نمیکرد، جای دیگه نمیرفت و در همینجا چی میکرد؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دیگه اگر میتونین مثلا شما بگوین 100 مرتبه سبحان الله و بحمده، ایره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، ایره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. 100 مرتبه سبحان الله، 100 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، ایره هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن. سبحان الله العظیم و بحمده سبحان الملك القدوس، ایره هم گفتن. لا اله الا الله. دیگه اینی چیزایی است که شما تلاوت قرآن میکنین، این تسبیحات میخوانین، دیگه ایره خوانده میرین تا اینکه طلوع آفتاب میکنن. وقتی که آفتاب طلوع کرد یک چند دقیقه صبر میکنین و باز بعد از او چی میکنین؟ نماز چی را میخواین؟ نماز اشراق. نماز اشراق نماز را میگن که وقتی که آفتاب طلوع میکنه، اینجا نماز اشراق است. شما نماز اشراق بخوانین ان شاء الله تعالی. میتونین که 2 رکعت نماز اشراق بخوانین و یا 4 رکعت میخوانین. دیگه باز بعد از این وقتی که خلاص کردین نماز خواندین، بعد از او به طرف اتاقایتان میتونین بیاین. دیگه وقتی که به طرف اتاق می آمدین و با گرفتن چای صبح می آمدین، دیگه کوشش بکنید در داخل شدن به اتاق اللهم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا. این دعای داخل شدن است که مثلا شما داخل هتل یا داخل هتل میشین و داخل اتاقایتان میشه. دیگه حاجی صاحبای محترم در وادی نوشیدن و خوردن هم سنت های زیادی هست که مثلا رسول الله هم قبل از نوشیدن بسم الله میگفتن. رسول الله صلی الله علیه و آله با دست راستشان غذا میخوردن، با دست راستشان آب می نوشیدن و از با همین قسم آب نشسته می نوشیدن. دیگه از چای نوشیدن یا غذا خوردن از دست چپ منع میکردن. دیگه اینی کارا ما و شما باید چیز نکنیم. با دست چپ خود باید نان نخوریم و یا مثلا آب ننوشیم یا چای ننوشیم. دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله به یک بارگی آب به گلاس آب نمی نوشیدن، بلکه به 3 بخش تقسیم میکردن، یعنی در 3 نفس را می نوشیدن و این در احادیث آمده. و وقتی که بعد از نوشیدن آب میگفتن الحمدلله، میگفتن ان الله لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکله فیحمده علیه. دیگه رسول الله هم میگفتن که الله از او بنده راضی میشه که وقتی غذا را میخوره الحمدلله بگه یا آب مینوشه الحمدلله بگه. اینی از حاجی صاحبای محترم. و دیگه ای است که حاجی صاحبای محترم وقتی که شما هر مرتبه که در حرم شریف میرین، همیشه چون در مسجد تحیت المسجد 2 رکعت خوانده میشه، لکن در حرم شریف تحیت المسجد چی است؟ طواف است که شما هر مرتبه که داخل حرم شریف میشین در مسجد شریف بیت الله الحرام اینجا طواف بکنین. تحییش چی است؟ طواف است. و به می شکل کوشش بکنین که در جریان روز هم به عبادت ها مصروف باشین و به می شکل به نماز ظهر هم می قسم آمادگی داشته باشین و می قسم به نمازهای عصرتان به وقت جماعت باید از پیشتان فوت نشه و
همیشه تسبیحات مثلا اینجا ما براتون با تسبیحات صبح و شام ان شاء الله توضیح میکنیم، باز شما از این تسبیحات استفاده بکنین و به می شکل ان شاء الله تعالی تقسیم اوقاتنا به شکل تقسیم اوقات 24 ساعتی رسول اکرم صلی الله علیه و آماده بسازین و ما ان شاء الله در خدمتتان هستیم. هر سوال و هر مشکلی که داشتین او سوالاتتان مطرح بکنین و ان شاء الله. یکی از حاجی صاحبا یک سوال کرده بودن که در سوال خود گفتن که چی هست، در سوال خودتو پرسیده بودن که وقتی من طواف میکنم در جریان 3-4 طواف بودم که آذان داد چی کنم؟ آقای صاحبای محترم، اگر شما در جریان چیز بودین، در جریان طواف بودین و آذان داده شد او پروا نمیکنه، اما اگر در جریان طواف بودین قامت برای نماز گفته شد، شما چی میکنین؟ طوافتان قطع میکنین و نمازتان میخورین و باز بعد از او وقتی که چیز نمازتان ختم شد مثلا 3 مرتبه طواف کردین، این حالا پس از سر مثلا 4 مرتبه دیگه طواف میکنین، باقی مانده طواف تکمیل میکنین ان شاء الله. بازم اگر آقای صاحب محترم کدام سوال یا مشکلی داشتن ما در خدمتشان هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحبای محترم لطفاً تمامیتان توجه کنین. حاجی صاحبای محترم لطفاً متوجه اعلان باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز ترویه هست. روز ترویه 8 ذوالحجة الحرام است. حاجی صاحبای محترم امروز که 8 ذوالحجة الحرام می باشد، این روز ترویه میگن. به این خاطر امروز سفر 5 روزی حج ما و شما، حج فرضی بخیر سر از امروز شروع میشه. آقای صاحبای محترم لطفاً نقاط ذیل در نظر بگیرین. ما و شما که تمام آقای صاحبا جمع شدیم در بین هتل، اینی نقاط لطفاً دقیق متوجه باشین. حرکت شروع میشه. آقای صاحبای محترم سر از این لحظه اول در قسمت وسایلتان اینی ضرورت ها را با خود در بکس هایتان داشته باشین. بکس های اضافگی و چیزهایتان در بین هتل میمانین. تنها چیزهایی که در 5 روز به کار میشه این امرایتان میگیرین. این چیزهایی که در 5 روز کار میشه کدام چیزها است؟ اول روی پاک، به امرایتان یک دانه روی پاک بگیرین. دوم مسواک و یا کریم و برس دندانتان به همراهتان بگیرین. سوم اگر کدام حاجی صاحب مریضی داره دوای خود باید بگیره، دوای 5 روزه خود که 5 روز اونجا میمانیم. کسی اگر مریض باشه دوای خود بگیره، دواهای ضروری خود. چهارم برای کسانی که به آفتاب زدگی حساسیت دارن، بعضی کسا حساسیت دارن در مقابل آفتاب زدگی، بعضی جاها اونجا آفتاب میباشه، به همراه خود چتری و یا تابلت های احتیاطی بگیرن. پنجم برای کسایی که معیوب هستن، مشکلات دارن، باید بایسیکل مخصوص خود به همراه خود بگیرن و هر حاجی صاحب باید یک جوره لباس عادی با خود داشته باشه، چرا که باز در روز عید ما و شما لباس های خود میکشیم، لباس های عادی میپوشیم. هر حاجی صاحب باید بغیر از احرام خود و همچنان بیبی حاجی بغیر از احرام خود یک جوره لباس عادی داشته باشه به همراه خود. دیگه اگر امکانات باشه کسی به همراه خود خیمه کوچک و یا جای نماز پلاستیکی
برای مزدلفه داشته باشین، خصوصا کسایی که به همراه فامیلشان است. یک خیمگک کوچک و جای نماز پلاستیکی داشته باشین یا یک فرشک کوچک که در مزدلفه و در اینجا بعضی اوقات میمانین. از این خاطر در اونجا با سوار میکنن، قرار سر از اون استراحت میکنن. هشتم نقطه ای که غذای مناسبی که بتانه مثلا قابل نقل باشه، یگان بسکیت و یگان زرکیک و یگان چیز خشک میوه خشکی یا به همراهتان باشه خوبتر است که در اونجا در وقت ضرورت از او استفاده بکنین. حاجی صاحبای محترم، پیش هر کس یک مقدار پول باید باشه که اونجا مثلا چیزایی که ضرور میشه یا غذا یا مثلا آب یا این چیزا را که بعضی اوقات مثلا شما در بعضی حالات پیدا میشه که راه را گم میکنین. دیگه حاجی صاحبای محترم متوجه باشین که چیزهایی که در دستتان است، اما بندک ها و کارت هایتان را و امرایتان در گردنتان باشه که اگر کدام وقت شما جای گم میکنین یا غلط میکنین که مسئولین شما را به اون جای پس میرسانم. حاجی صاحبای محترم، کارهای عملی این چیزا را که جور کردین خلاص کنین. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما چی میکنیم؟ چون ساعت 10 حرکت است، حاجی صاحبای محترم وضو و یا غسل به قصد احرام در داخل هتل بگیرین. یعنی وضو میتونین بگیرین یا غسل میگیرین، ایره بگیرین و قبل از وضو و غسل مثل که در کابل یا در میدان هوایی کسایی که احرام خود بسته کردن، قبل از اونمو قسم یا وضو میگیرین یا غسل میکنین و قبل از وضو و غسل کوشش میکنین که ناخونها گرفته شود، کوشش میکنین که اعضای بدن خوب پاک شود. بعد از وضو و یا غسل میکنین و خوشبویی هم میذارین. بعد از احرام خود در داخل هتل بسته میکنیم. احرام خود در داخل هتل بسته میکنیم. و آقای صاحبای محترم، در هنگام رفتن به منی و عرفات و مزدلفه و زدن جمرات شانه را برهنه نمیکنیم. خب آقای صاحبای محترم، احرام خود در داخل هتل بسته میکنیم. دیگه آقای صاحبای محترم، نقطه دیگه که متوجه از باشین و این است که نیت حج فرضی را که آل ما شروع میکنیم این توسط تلبیه میشه. وقتی که احرام بسته کردین بخیر از هتل از اموجا تلبیه میگین. وقتی که تلبیه گفتین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، اینه که گفتین شما دیگه داخل حج فرضی شدین. از اتاقهایتان آقای صاحبای محترم با تلبیه پایان شوین. از اتاقهایتان شما لطفا همین امور انجام بدین. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. آقای صاحبای محترم، آل موترها بخیر اونجا در پایین هتل آمده و لطفاً آقای صاحبای محترم به طرف موترها حرکت بکنین. از هتل پایین شوین و سوار موترها میشیم. بازم تقاضای ما از آجی صاحبای جوانی است که فرصت اول برای آجی صاحبای بتن که اونا آجی صاحبا و بی بی آجایی که سنشان کلانتر است و تکلیف و ایگپا دارن. جوانا میتونن که استاد هم شون اگر برشان چوکی نرسد. لطفاً این مسائل اخلاقی را در نظر داشته باشین. تلبیه از همین لحظه آغاز میشه، از وقتی که شما احرام بسته کردین و تلبیه گفتین تا زدن جمرات زبانتان به تلبیه باید جاری باشد. آقای صاحبای محترم خدا به سرویس ها برسانن. آقای صاحبای محترم لطفاً خدا به سرویس ها برسانن. اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صاحبای محترم، ما و شما به منا نزدیک هستیم، در منا میرسیم. حالا وقتی که ما و شما به منا در جاهایی که خیمه های ما و شما هست، دموجه از موترها پایان میشیم، داخل خیمه ها جای به جای میشیم. آقای صاحبای محترم، لطفاً به معلوماتی که از طرف مسئولین براتان داده میشه، کارمندای اداری، لطفاً جاهایتان هر کس در خیمه هایی که برشان به اساس نمبر خوانده میشه مطابق از او در خیمه های خود جای به جای شوند. آجی صاحبای محترم، ما و شما در منا نماز ظهر خود، عصر و شام و نماز خفتن و نماز صبح روز عرفه را کلش در اینجا میخوانیم. آجی صاحبای محترم، آجی صاحبا لطفاً در اینجا فقط شما وقتی که میباشین متوجه بعضی از درس ها باشین. وقتی که به مولوی صاحبا و دعا هاست انشاءالله و عبادات است چی میکنین. و در اینجا ما و شما امی 5 نماز در اینجا خوانده میشه. پیشین امروز میخوانیم، امروز که 8 ذوالحجه هست، نماز پیشین بخیر اینجا میخوانیم، نماز عصر و نماز شام، نماز خفتن و نماز صبح. در جریان نمازها به طاعت و عبادات و در جریان موجودیت در روز 8 ذوالحجه یعنی یوم ترویه و این شب ما و شما باید به عبادت ها مشغول باشیم. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. بسم الله الرحمن الرحیم. آجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امروز روز عرفه هست. لطفاً آقای صاحبان محترم در موترهایتان سوار شده و حرکت میکنیم به طرف عرفات. لطفاً چیزتان در اینجا نمانه. فقط آقای صاحبان محترم چون اینجا چند نفر از مسئولین هستن، شما میتونین که بعض وسایلتان چی کنین اینجا بانین که باز وقتی که جمرات خلاص میشه، بعد از زدن جمرات انشاءالله تعالی پس ما شما به اینمی منطقه میمک، پس به منام میمای صاحبای محترم. از این خاطر سامانایی که دم یک روز کار میشه تا صبح او رو کتان بگین و دیگه چیزایی که اضافی لباس ترایتان است میتونین که او رو میجا بانین برتان حفظ میشن. غسل اگر کسی میتونه امروز غسل بکنه، غسل کس کرده میتونه در روز عرفات. بعضی جایا هست اگر بیرو بار نباشه کس غسل کرده میتونه، خوب است، یک سنت یا مستحب میباشه.